بلم کنید چیکار دارید؟ بلم کنید این صافا. بعد میگم بگو چرا نمیگی دوست دخترت کیه ها؟ چه رازی داری؟ تو بگو دیگه، با تو هم چرا حرف نمیزنی؟ قربان جسارت نباشه، این درش بسته است نمیتونه حرف بزنه. بازم میگم جسارت نباشه. ای راست میگی آقای دردش بسکو. خب احمق در دهن منو بستی، انتظار داری گوه بخورم؟ خب باش الان میگم واسهتون. بچه ویدیو رو لایک کنید تا من آزاد کنم. دمتون گرم. Let's go. I'm here بزغاله. چطوری آقا سجاد؟ امروز دیدم اومدی منو به چالش بکشونی ها؟ فکر کردی خبریه اینجا؟ فکر کردی من مجازات میشم ها؟ اصلا و ابدا. من اگه تو رو مجازات نکنم آروم نمیگیرم. برو بریم. سوال اول بپرس سود. برای بچه‌هایی که تازه با تو آشنا شدن یه خلاصه ریزی بگو ببینیم تو چی فلان. سری بدو. آماده ای بچه‌ها؟ من ببینیم که کیم؟ من مازیارم. خدافظ. سلام بچه، چطورین؟ خوبین؟ بخشید دیگه بچه، من مازیار بنگ چیه دیگه؟ بچه من مازیار پیرگویری هستم. 22 سالمه، ساکن خوزستان هستم و متولد 3/7/1381. بسه همین بسه. بریم سوال بعدی. سوال دو. سلبریتی کراشت کیه؟ سری باش. سلبریتی کراشم ها؟ والا سلبریتی کراش جان ویک. احمق بعد دختر باشه. احمق جان ویک. دختر میلاخ زهر ما. یه برو بابا، دختر چیه احمق؟ من سلبریتی کراشم فقط جان ویکه. نمیدونم اسم بازیگر اصلیش چیه. بچه اگه میشناسینش داخل کامنت بگین، ولی من جان ویک. باشه بازی کردم. بیا بریم سال بعدی. خاک سرت بکنن. تا حالا چیزی خوردی یا کشیدی مازیار یا نه؟ راست بگو. زود باش جواب بده. بگو بهمون. خب ببین، من بذار تعریف کنم دیگه داستانه بچه. من 5-6 سالم که بود میدیدم تو دست بزرگا آقا، دیدم یه درینک بود، سیگار بود. چه اینجوری درف زنه داشته بچه. 5-6 سالم بود دیدم بزرگترا سیگار میکشن. من نمیدونستم چیه، چون میدونم دود داره میده. من یه کار بالیه، یه چیزی هست، بذار منم برم تست کنم. آقا من نه آقا نه بذار منم تست کنم. نه مثلا واسم باحال بود دیگه، دود میزنه بالا و از این حرفا. واسه که چیلت. بعد آقا من 5-6 سال رفتم خونه داییم. آقا جلوی در یه سیگار کامل افتاده بود و من بچه بودم دیگه، 5 سالم بود، نمیدونستم چیه. بردم برداشتم رفتم خونه داییم، یه دونه کبریت زدم کشیدم و خیلی بد بود. توفش کردم انداختمش دیگه و پاک دار شده. بعد تو 5 سالگی کار خلاف کرده، وگرنه دیگه هیچ خلافی نکرده. سوال بعدی. بعد من همه جواب میدم. فکر نکن من یکی رو جواب نمیدم و بازم بچه‌ها مجازات نکنن. ولی یه چیزی بگو. وایسا بچه‌ها، لطفاً از مجازات خواستگاری بکشین بیرون. بابا ول کن، الان یه خواستگاری یه پسره. وای گو خدا. وای. سوال بعدی. سوال بعدی. تو مدت 24 ساعت دختر بشی چی کار میکردی تو اون 24 ساعت؟ خب ببین، من برای اینکه دختر بشم اول اینکه تست رو بررسی میکنم و ببینم چه خبره اونجاها. و واقعا یعنی پیش من نمیومدی؟ نظر میام پیش خودت بیایم اونجا بررسی کنیم ببینیم چه خبره. بچه شما بگین، شما اگه دختر بودین چیکار میکنین؟ خداوکیلی راستش رو بگین. داخل کامنت همین دقیقه‌شو بزنین روش، مثلا نمیدونم چند دقیقه ببینم کارین چیکار کنین. ای میدونم تو ذهنت چیه. فقط بچه خودکو دوست داری کجا تا عمل کنی؟ از کجا ناراضی؟ من والا دوست دارم معده. بچه شکم میبینی؟ بچه خیلی رو مخمه. یعنی این معده من نگاه کنید، میخوام بپرم شکمو نشون بدم. دیدی بچه‌ها؟ بچه تا حالا باش تنبک زدی؟ بچه این شکمو میخوام عمل کنم واقعا. بچه نمیذاره اصلا هر روز من 4-5 پرس غذا بخورم. چی گفتی سجاد؟ میگم تا حالا باش تنبک زدی؟ نه ولی بذار تست کنیم. بزن ببینیم چجوریه. بیا سیا نرمه. فوش مورد علاقه چیه؟ جی بخور. گی خور. بچه اگه نمیدونیم معنیش چیه، گی بخور، گی یعنی این چیزا بخورم، یعنی بخور، یعنی بخور این از این حرفا. ببین دیگه سوالای لوس بسه، بریم برای سوالای خوب. با کی هیچ وقت ویدیو یوتیوب نمیگیری؟ بگو. آها این سوال خیلی خوبیه. بگو گم شه. این سوال خوبی بود. ببین من حقیقتا خود بچه ها میدونن من همه کار میکنم بهترین، خفنترین
و پر محتواترین ویدیوها رو واسهتون بسازم. ولی من با اون یوتیوبری که ببینم واسه مخاطباش ارزش قائل نمیشه اصلا ویدیو نمیگیرم. حقیقتا چرا باید به کسی که ارزش واسه مخاطبش قائل نیستن برام باشه ویدیو بگیرم؟ واقعا کار اوکی نیست. و در آینده اگه دیدین من همکاریام خیلی کم شد، بدونین که به خاطر این دلیله. سوال بعدی لطفا. Oh my god. سال بعدی یه راز خفن زندگی تو بریز رو. راز خفن. ببین بگو. والا من راز این داریز فکر کنم. خب باید فکر کنم دیگه. خب فکر کن. استعلام میگیرن چیه قسم؟ آقا من واقعا رازی ندارم یا نمیتونم بگم. حقیقتا اینو من نمیتونم بگم. I'm really sorry. رازو نمیشه گفت حقیقتا. بچه شما رازتون تو کامنت ها بگید. میرم میتونین بگین؟ نه نمیتونین بچه. بعد اینو نمیگم. این سال رد میدم دیگه. به بچه‌ها مجازاتش تمام. حواست باشه سجاد حواست باشه. چی نگی؟ من طرف بچه‌ها رد داد. ای سجاد خا. برو سوال بعدی. I'm here. اگه قرار یه حیوانی باشی دوست داشتی چه حیوانی باشی؟ عقاب. زارت. عقاب همیشه تنها در اوج به سر میروم. زارت. برایتان طلا مینداختم. پایین ویورا میبینم طلا میندازم. برای I'm اونجور. ایزی. بریم سوال بعدی. سال بعدی رفیق تو به چی میفروشی؟ رفیقمو به گونی پر از پول. بله. Oh my god. گونی پر از پول. ولی خب میرم با همون رفیقم که فروختم نصفش میکنیم، چون اگه رفیق واقعی باشه باید درجا بگه میفروشم، چون رفیق دارد نمیشه، چون میدونی بعدش میگی تقسیم میکنی پولا رو. بله. تموم شد و نفت. قربونه. رسیدیم به یه سوالی که کل بچه‌ها پرسیده بودن، یکی 1000 بار. یعنی ببین از چپ و راست پرسیدن اینو. پاره کردن دیگه. فلانی دوست دخترته، فلانی کراشته، فلانی ردته، با فلانی چی کاره ای، دوست دخترت کیه، اسمش چیه، آنباکسش کن، رونمایی کن، این کیه. آقا یه توضیحات بده ببینیم چه خبره اینجا. کامل. ببین بچه‌ها بذارید مختصر و مفید بهتون بگم که متوجه بشین که یه سری اشتباهاتی هست که بچه‌ها الان تو ذهنشون میگن مهزیار دوست پسر فلانی، مهزیار دوست پسر اون فلانیه. اول اینکه اینو بگم بچه‌ها، من این کاری که کردم فقط به خاطر شما بوده و شما گفتین که مهزیار برو از فلانی خواستگاری کن یا برو از فلانی خواستگاری کن. الان من مثلا تو اینستا کامنت‌های خیلی ها رو دیدم که چرا رفتی مثلا این کارو کردی. بچه‌ها من واقعا این کارو خودم انجام ندادم. اصلا من نمیدونستم تو عمرم میخوام یه کانتنتی بسازم که دارم میرم خواستگاری. شماها منو مجازات کردین. خودتون میدونید تو کامنت ها گفتم بیشترین کامنتی که لایک بخوره من اون مجازات رو انجام میدم. و ببین اولش نمیخواستم انجام بدم، گفتم حتما کار زشتیه آقا، شاید طرف دلش نخواد مثلا این کارو بکنه. ولی بچه‌ها خودتون میدونید هی بهم میگفتید برو خواستگاری و من دیگه مجبور شدم برم، چون ببین با اینکه زشت بود و خودتون میدونید من همه کار واسهتون میکنم، یعنی همه کار میکنم واسهتون و این مجازات من واسهتون انجام دادم و به خاطر خودتون اینو انجام دادم که الان یه سری اومدن گفتن چرا از این کار کردی فلان کردی بهمان کردی. خب به من چه بابا، من به خاطر بچه‌ها این کارو کردم و الان در حال حاضر بچه‌ها من هیچ دوست دختری ندارم، یعنی من هیچ کس اصلا هیچ دوست دختری ندارم. I'm single. عقاب بیا برای گمسه. عقاب باشین بچه‌ها در زندگیتون. عقاب. آقا وایسا، پس تایید کردی که اینا هیچ ربطی به تو ندارن، فقط یه سری مجازات دادن. من هیچ آره دیگه، من بچه‌ها هیچ ربطی به من ندارن. تو کامنتاشون لطفا نگید مهزیار دوست پسرته، مهزیار فلانته. بچه‌ها من هیچ کی گردن نمیگیرم. خب سوال بعدی. آقا بچه پولدار بودی، بچه پولدار اکانت و دستن و فلان و این سوال خیلی چه خبره؟ واسه بچه‌ای که میخوان تازه شروع به حالا یه سری کارا بکنن، دوستان یوتیوبر بشن، دوست دارن مثلا یه شغل خفن‌تر، یه بیزنسی درست کنن از صفر. بچه‌ها من تو سن 12 تا 16 و نیم سالگی کار میکردم، کارگری میکردم، نونوایی کار میکردم تو خوزستان اوج گرما. خیلی حرفه بچه‌ها، این کارا رو انجام میدادم. شغل پدرم راننده تاکسیه و ماشینش پیکانه. دیگه خودتون الان جلو دوربینم دیگه خودتون میدونید چه وضعی داشتم من از بچگی تا الان، خیلی سختی کشیدم. اون ویدیویی هم که زندگی نامم هست و اینجا ادیتور تامنیلشو میاره، اگه خواستین بدونین جریان زندگی منو اونجا میتونین بریم ویدیوشو ببینید.
و من از 12 تا 16 17 سالگی کار کردم، کارگری نوبایی، تا تونستم یه گوشی جی اف دکوره که 900,000 تومان بود خریدم و گیم کال اف دیوتی موبایل توش شروع کردم. درسته اون زمان بچا گیم کال اف دیوتی موبایل 2 گیگ بود، سجاد یادته؟ آره بابا یادم. 2 گیگ 1.5 گیگ بود بچا. بعد نصب کردم همینجوری به مرور توی یوتیوب، توی لیدربورد. بچا من کل لیدربورد، یعنی هر جا میگفتیم من از یاربنگ میگفتن آ نفر یک لیدربورد فلان بهم. خیلی پرچم ایران رو بردم بالا لابسه دلایلی که تو ویدیوی زندگی نامه هم هست که ادیتور داره باز میذاره واسهتون که همه دلیلاشو هم بهتون گفتم، برید اونجا رو ببینید. خلاصه بچا من بچه پولدار نبودم و تلاش، فقط بچا تلاش کنید تو زندگیتون، به خدا میرسید. خب بریم یه سوال خوب، سوال جنجالی دار. اگه قرار باشه یه نفر رو از توی یوتیوب حذف کنی برای همیشه کیه؟ سجاد، چون بچه تازه یوتیوبر شده و نمیخوام کسی هیچ یوتیوبری از من ناراحت بشه و باید جواب میدادم و سجاد میگرفتم. ادیتور این سجاده، اینو سجاد اینجوری یعنی چی آخه؟ اینجوری در باسنی بهش میزنیم بچه و از یوتیوب میندازیمش بیرون. آقا ولی بچه دور از شوخی من و سجاد داخل چنلش یه سری ویدیوهای بم، یعنی بچه بم میگم بمب که تو کامیتی محتواش اصلا نبود، تو کامیتی کال اف دیوتی موبایل منظورم. بچه 2 نفر این ویدیوها رو میسازیم، حتما چنلش رو سابسکرایب کنیم، ویدیوهاشو از دست ندیم، خیلی بمبه. عشق من. سوال بعدی. آقا ببین یه سوال دارم ناناس. مازیار هدف در کل توی یوتیوب چی از فعالیت در یوتیوب؟ خب ببین هدفم توی یوتیوب اینه که گیم موبایل و پرچم موبایل پلیر رو ببرم بالا، چون دیدم خیلی یه سری پی سی پلیر بچه‌ها اومدن که مثلا اونا که با موبایل بازی میکنن مسخره میکنن، میگن تو گیمر نیستی، تو فلان نیستی، تو بهمان نیستی، خلاص داشتم مسخرهمون میکردن. ولی این رو باید ثابت کنیم به همه و پرچم همتون رو من سعی میکنم همیشه بالا ببرم و به همه ثابت کنم شماها همتون گیمرید، ماها گیمر هستیم و اگه گیمر نبودیم یه کامیتی بزرگی رو نداشتیم. عاشقتون. پس منظورت از پی سی پلیرها هم اونایی بودن که گیم پی سی بازی میکردن، نه اونایی که مثلا آره با دیگه پی سی کال اف بازی میکردن. اونایی که گیمای پی سی بازی میکنن و به خودشون میگن گیمر و ما رو دارن مسخره میکنن و خیلی ویدیو هم اومد دیدم که دارن موبایل پلیرها رو مسخره میکنن و خیلی حرف تو دلم هست بهشون بزنم، ولی خب بچه‌ها بذار خوشحال باشن. بریم سوال بعدی. لیتس گو. یه یوتیوبر رو بگو واقعا دوستش داری و خیلی از سبکش خوشت میاد. مستر بیست. عاشق مستر بیستم و قربونت بشم مستر بیست. پلیز کلاب. حالا دو فکر کنم مستر بیست بیا ما کلاب بده وای. ویدیو بعدی با مستر بیست. سوال بعدی که میخوام ازت بپرسم آقا یه چیزی، چه دختری تو گیم کنسله؟ آها میرسیم به سوال خیلی خفن که بچه‌ام دوست دارم بدونن. چه دختری آخه گیم کنسل؟ دختری که آیپد پلیر باشه که کنسله، دختری که صداشو تو گیم نازک بکنه کنسله، و اما دختری که به موبایل پلیرها بی‌احترامی کنه کنسله. خب بچه دمتون گرم که تا آخرین ویدیو همراه من بودین، خیلی دوستتون دارم بچه، عاشقتونم. این ویدیو رو لایک کنین، سابسکرایب هم بزنید بچه‌ها. بعد امیدوارم به همتون ثابت شده باشه داش منزل سینگله. بچه‌ها عزیز من متعلق به شما هستم، خیلی دوستتون دارم و اینجوری تا ویدیوی بعدی فعلا. بچه‌ها بای بای.